خب امروز میخوام در مورد کتاب سرزمین باد صحبت کنیم. کتاب سرزمین باد اثر گراتسیو دلدا، ترجمه بهمن فرزانه هستش. بهمن فرزانه یکی از مترجمان متبحر هستش. گراتسیو دلدا یک نویسنده ایتالیایی هستش. این کتاب فقط یک بار چاپ شده، جزو کتاب‌های نایاب هستش. در سال 1380 چاپ شده از سوی انتشارات آگاه و دیگه هم تجدید چاپ نشده. این سرزمین باد در مورد عنوانش باد استعاره هستش از آزادی. گراتسیو خودش در یک محیط بسته زندگی میکرده، محدودیت هایی داشته، تنوع بیرونی نداشته و باد براش نمادی از آزادی بوده، سمبل آزادی بوده که میتونسته مثلا باد همه جا بره. این کتاب رمانی هست عاشقانه در مورد اینکه در زمانهای قدیم عشق چقدر ساده اتفاق میافتاد. وقتی یک دختر و پسر یک گفتگوی ساده داشتن، عاشق هم میشدن و در صورتی که عشقای امروزی از شناخت برمیادش و حتما باید دختر و پسر مدتی با هم باشن یا شناختی از هم داشته باشن، ولی خب عشقای اون موقع رنگ و بوی ساده ای داشت. و نکته دیگه ای که توی این کتاب هستش در مورد شاید فلسفه زندگی هستش که زندگی رو مثل یک گلدان کریستال میبینه که داخلش فقط خلا هستش و کلا این فلسفه توی کشور ایتالیا خیلی معروف هستش و به هر حال این کتاب رو خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم. سرزمین باد از گراتسیو دلدا، ترجمه بهمن فرزانه.